پیکر مطهر دانشمند برجسته هسته‌ای کشورمان برای طواف در حرم حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام به مشهد مقدس انتقال داده شد. به خاطر جلوگیری از ازدحام جمعیت این مراسم اطلاع رسانی نشد تا مشکلی به واسطه رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به وجود نیاید. وظیفه همه ما این هست که این مسیر رو ادامه بدیم. اونهایی که ادامه دهندن باید ادامه بدن. اونهایی که الان در مسیرن باید مراقبت بکنن. اونهایی که الان مسئولیت به عهده دارن باید حراست بکنن از این مسئولیت. فکر میکنم مگر که با ترور دانشمندان هسته‌ای ما و شخصیت‌های ما بتونن کشورمون رو از اون هدفی که داره نظرم بهش برسه، ولی اینها کور خوندن و سلاح این شهدا هیچ وقت بر زمین نخواهند موند. در مراسم معنوی تشییع و طواف پیکر پاک شهید فخریزاده در جوار مضجع شریف امام مهربانی ها جمعی از خادمان بارگاه منور رضوی و خانواده آن شهید والا مقام حضور داشتند. شهید کردن اینها در عملیات‌های بسیار بزدلانه، بسیار کورکورانه، فقط راه اینها مستحکم‌تر خواهد شد و راه اینها قوی‌تر خواهد شد. شهید محسن فخریزاده 7 آذر در آبسرد دماوند در عملیاتی تروریستی توسط عناصر استکبار جهانی ترور و به شهادت رسید. پیکر پاک دانشمند برجسته هسته‌ای کشورمان پس از طواف در حرم مطهر رضوی به زادگاه شهر مقدس قم بازگردانده شد تا در آنجا آرام گیرد. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.